با پیرنی که برنده میشم دوست دارم برام تورنمنت بعدی من بازی کنم. تو داری وسط بازی با خودت بازی میکنی، حتما افتخار آفرینه، حتما رضایت داره، ولی حتما مسئولیت هم داره، حتما فشار هم داره. من به شدت آدم کامپتیتیوی ام، یعنی اگر چیزی باشه دوست دارم برنده باشم. اون یه نفر نمیخوای از اونم تشکر بکنی همش میشینه بغل زمین؟ 100%. این کیه دیگه؟ این کیه دیگه؟ اون قهرمان پدل هم هست. میدونی آخه من دیدم که مثلا یه توپی هم که باهاش برنده میشی دوباره همون توپو داری استفاده. اینو فکر نمی‌کردم بدونی، ولی دقیقاً همینه که و یکی از دلایلی که من ایران موندم واقعا پدل میتونست باشه. سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و مثل همیشه خیلی خوشحالم که قراره که با یک اپیزود دیگه همراه شما باشیم و مثل همیشه من یکی از دوستای درجه یکم رو دعوت کردم که اینجا همراه ما باشه تا با هم یک گفتگویی داشته باشیم. این گفتگویی که امروز داریم از چند جهت قابل بررسی و توجه. یکی اینکه ما می‌خوایم در مورد یک ورزش صحبت بکنیم و اهمیت این ورزش به اینه که تازگی‌ها همه جای دنیا داره با سرعت رشد میکنه و بسیار بسیار داره محبوب میشه. کسی دارم باهاش صحبت میکنم توی این حوزه بسیار تاثیرگذار بوده و اینکه چی شده اومده توی ورزشی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، اونم ورزش پدله، خودش داستانای جالبی داره. یعنی من میخوام از قهرمان محبوب ایرانی این رشته ورزشی خواهش کنم که در مورد داستاناش صحبت بکنه. ولی بازم ماجرا فقط همین نیست. ما در مورد پدل صحبت میکنیم ولی خط مشی ما توی گفتگویی که توی این پادکست هست یه جورایی مرتبط با توسعه فردی و اون چیه که یک ورزشگاه رو تو جایگاهی قرار میده که یک گروهی، یک کامیونیتی اونو به عنوان یک الگو در نظر میگیرن و تلاش میکنن که شبیه اون بشن. این کسی که الگو میشه توی یک جامعه چه حس و حالی رو تجربه میکنه، چه کارهایی تا حالا انجام داده و چه مسئولیتایی براش داره. به خاطر همین قراره با مرد دوست داشتنی، قهرمان درجه یک پدل ایران، دوست عزیز من فرزاد شاهی صحبت بکنیم و خیلی بهش خوش آمد میگم. سلام امیرحسین جون، خوبی؟ عالی. خیلی خوشحالم که اینجام پیشت، همینجوری که میدونی که واقعا دوستت دارم و از صمیم قلب اینو میگم. تو عامل تعیین کننده علاقه‌مند شدن من به پدلی و خیلی جالبه که خیلی ها چشمشون به توی ورزش پدل و باعث افتخاره که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم شما از مسابقه پدلی اومدین که توش درخشش داشتین به عنوان یه ورزشی که اینقدر توی دنیا داره به سرعت رشد میکنه و قراره که ما هم توش جایگاه خوبی داشته باشیم. این نظر لطفته، ولی آره همینجوری که میدونیم پدل یهود خیلی ورزش بزرگی شد، هی داره بیشتر و بیشتر دیده میشه، مخصوصا تو ایران هم خیلی داره. آدمایی میان هی به من میگن که پدل که اصلا من موندم تا حالا مثلا شاید اینا رو 20 سال ندیدم، ولی همین پدله باعث شده که من دوباره آدمایی رو ببینم که شاید چندین سال ندیدمشون. ولی خب آره دیگه پدل الان یکی از ترند ترین ورزشاییه که فکر کنم در حال حاضر وجود داره. بعد از جذابیت‌های پدل اینه که می‌بینی ورزشکارای بزرگ دنیا بعد از اینکه ورزش حرفه‌ایشون رو میذارن کنار همه میرن سمت پدل. یعنی تو نگاه می‌کنی زلاتان داره پدل بازی میکنه، زیدان داره پدل بازی میکنه، کاسیاس داره پدل بازی میکنه. بعد از اون طرف نگاه می‌کنی ورزشکارایی که بزرگن همین الان وسط ورزش حرفه‌ایشون مثل رونالدو، مثل مسی میان پدل بازی میکنن. خود من تجربه‌ای که تو پدل داشتم بعد از اینکه تمام عمرم درگیر ورزش بودم فوق‌العاده بوده، ولی الان دوست دارم دلیل این همه محبوبیت و رشد با این سرعت رو از خود فرزاد بپرسم چرا همه دارن میان پدل بازی کنن. دقیقاً چیزی که داری میگی درسته، چه از جنبه بیزنسی چه از جنبه‌های دیگه‌اش. خیلی از این بازیکنایی که گفتی مثل زلاتان و زیدان خودشون باشگاه دارن. زلاتان تو سوئد داره، زیدان هم تو مادرید داره. همین باعث میشه که همه آدما بتونن بیان و جنسیت نداره، زن و مرد هر دو میتونن بازی کنن، سن نداره توش، از سن پایین میتونی بگیری بازی کنی تا سن مثلا 70-80 سالگی. همینطوری هم تو اسپانیا ببینی بیشتر صبح سنای بالا دارن بازی میکنن که میگی اصلا اینا چجوری دارن این ورزش رو میکنن، میان چون هر سطحی باشی میتونی لذت ورزش رو ببری. مثلا تنیس نیست، تو تنیس باید مینیمم یه بیسیکی بلد باشی که بتونی ورزش رو بکنی، ولی تو پدل تو با هر سطحی میتونی لذتش رو ببری واقعا.
اصولا ورزش‌های راکتی مثل تنیس همیشه از محبوبیت فوق‌العاده بهره‌مند بوده و همه دوستش داشتن، ولی احساس میکنم بر اساس تجربه خودم در حضور استاد این ماجرا اینکه چند تا چیز توی پدل خیلی جذابه. اونم اینه که تو خیلی زود میتونی به اون مرحله خودتو برسونی که از ورزش کردن و از بازی کردن پدل لذت ببری. لزوما بقیه ورزش‌ها اینجوری نیست. دقیقاً، چون به خاطر اون گیم ناکن خیلی از ورزش‌ها رو تا یه سطحی نمیتونی اصلا بازیشو انجام بدی. ورزش‌های راکتی میگم مثل تنیس واقعا تو باید یه سطحی به بالا بتونی از اون ورزش لذت ببری، ولی تو پدل تو از یه سطحی که داشته باشی میتونی با همسطح‌های خودت اون فانه رو داشته باشی، حال کنی، بازی کنی، با هم کلکل کنی. این خودش خیلی پوینت مثبتیه که پدل داره. و جنبه دیگه‌ش هم اینه که خیلی از بیزنسمن‌ها مثلا وسط تایم‌های اداریشون تو اسپانیا، حالا من چون مدت زیادی اونجا بودم، میدیدی که مثلا دارن میان با هم اون تایم، اون گپی که بین تایم مثلا استراحتشون و ناهارشونه اونجا بازی میکنن، ناهارشون رو میخورن، بعد دوباره برمیگردن سر کارشون. این خیلی پوینت مثبتیه. این نکته جالب اینجا بگم، اونم اینه که اینکه فرساد همش در مورد اسپانیا صحبت میکنه، پدل و اسپانیا مثلا جویبار و کشتی میمونه، یعنی اونجا مهد پدل تو اسپانیاست. و وقتی که به تنیس اشاره میشه، فرساد به عنوان کسی که قهرمان تنیس بوده و اینکه تو اسپانیا بزرگ شده و پدل رو یاد گرفته به این مسائل اشاره میکنه. حالا میخوام این نکته رو بگم، اونم اینه که ما داریم آماده میشیم، خودمون رو گرم میکنیم برای اینکه وارد این داستانا بشیم. تمام این صحبت‌ها برای اینه که اگر که مخاطبای ما پدل رو نمیشناسن یه آشنایی بیشتری داشته باشن. و یه دونه نکته بارز دیگه اگه بخوایم در مورد پدل بگیم، با توجه به اینکه این ورزش 2-2 بازی میشه، یعنی برای یک بازی پدل ما به 4 تا بازیکن احتیاج داریم، این ساید اجتماعی بودنش و معاشرت کردنش هم خیلی پررنگه. دقیقا همین فرقیه که به نظر من بین پدل و تنیس وجود داره. اینکه تو پدل نه که زمین کوچیک‌تره، همون تایمی که داریم با هم صحبت می‌کنیم میتونیم با هم معاشرت کنیم، بازی کنیم، یعنی اون حال کردنش بیشتر از تنیسه. تنیس میگم خودم هم چون از 4 سالگی تنیس زدم، اصلا تنیس باعث شد که من پدلم شاید بهتر شه، ولی داستان پدله یه داستان دیگه است، داستان تنیس یه داستان دیگه است. خب حالا همه این صحبت‌ها رو کردیم، این مثل یک گرم کردن ورزشی بود واسه اینکه ببینیم مثلا این پدل چی هست. حالا بیایم با هم همراه بشیم داستانای قهرمان پدلمون رو ببینیم چیه. اصلا چی شد که تو رفتی سمت پدل؟ احتمالاً اون زمانی رفتی که کمتر آدم‌ها نسبت پدل آگاهی داشتن و اصلا از چه پیشینه‌ای شروع شده، چه اتفاقایی واسط اومد، اصلا اسپانیا چی کار می‌کردی. بیا همه اینا رو جوری تعریف کنیم که آدما خودشونو همراه ما بدونن و بتونن یه جوری همزاد پنداری بکنن اگه اونا هم می‌خوان این مسیر رو برن بعد چیکار انجام بدن. دقیقاً. حالا خیلی جالبیه چون ما اصلا چیزی که باعث شد برم اسپانیا شاید تو 1 ماه اتفاق افتاد و من ایران زندگی میکردم، تنیس رو ایران بازی کردم، از 9 سالگی تو تنیس مسابقه دادم، قهرمان کشوریا رو بازی کردم، حتی لیگ تو ایران بازی کردم، ولی دیگه تقریبا 18 سالم بود که یه روز بابام اومد گفتش که دیگه جمع کنیم داریم میریم. اصلا موندم، یعنی ما تو فاصله 1 ماه زندگیم از ایران یهو باید همه چیزو جمع می‌کردی تو ایران، تو اون اوج دوست داشتن و دوست بازی و این داستانا هم بود، مجبور یعنی دیگه گفتیم که اوکی همه میریم اسپانیا و من دیگه همه جمع کردیم و من اسپانیا تنیسمو ادامه دادم تا فکر کنم 5 سال بیشتر اونجا تنیس بازی کردم. تو آکادمی سانچزم بودم با مربیای خوب، بازیکنای خوب، ولی راستش تنیس خیلی سخته. یعنی اصلا یه جایی رسید که دیدم که هزینه بسیار بالایی داره تنیس، ماهانه تو باید کلی پول توپ بدی، مربی بدی، زمین بدی، لباس بدی، همه چی، با وجود حتی اسپانسرها هزینه سفر بدی، چون برای هر بازیکن تنیس هزینه ها خیلی زیاده و این چیز آسونی واقعا نیست. خلاصه من رفتم اونجا، بعد یه معصومیت رو مچ دستم پیدا شد، بعد از اون یه ذره تنیس رو کمتر زدم، یهو فاز اینو گرفتم برم دانشگاه، یعنی وسط اوج ورزشیم، چون من دیپلممو گرفته بودم، یهو به بابا گفتم آقا من اصلا نمیخوام دیگه تنیس بزنم، خسته شدم.
و میرم دانشگاه و دیگه رفتم دانشگاه مدیریت ورزش اسپورت منیجمنت خوندم توی دانشگاه انگلیسی اونجا. ولی بابام همینجوری شروع کرد. بابای منم چون از خیلی اصلا بابا پدر بزرگم باعث شدن که من تنیس رو بازی کنم. خانوادگی یعنی ما تنیس، من مادرم هم تنیس بازی میکرد. پدرم یهو از تنیس یهو اون سویچ کرده بود رو پدل، با سنای بالا بازی میکرد و خود پدرم سنی نه ولی خب با سنای آدمایی چون تازه رفته بود کسی هم نمیشناخت. ولی بابای من به شدت معاشرتی از این داستان شروع کرده بود پدل بازی کردن. اینا یه روز به من برگشت گفت بیا حالا ببین چه جوریه پدل، دوست داری پدل رو ببین ورزش اینجوری. و من گفتم باش. رفتم اتفاقا با کسی هم که بازی میکردم شاید 70 و مثلا 5 6 سالش بود. یه روز رفتم بازی کردم و بد نبود. و بعد 2-3 نفر تو باشگاه منو دیدن گفتن یه مسابقه است مثلا میخوای بازی کنی و این داستانا. من به شدت آدم کامپتیتیویم، یعنی اگر چیزی باشه دوست دارم برنده باشم. خب همین باعث شد که چون تنیس رو از دست داده بودم دیگه مثلا هی زور میزدم دوباره برم تو تنیس، ولی دیگه چون برای تنیس تو باید مینیمم مثلا 6-7 ساعت تمرین کنی، دیگه توانایی اینو نداشتم که بخوام دوباره مثل قبل برگردم برم 7 ساعت 8 ساعت روزی تمرین کنم. تایمی که تنیس بودم امروز من واقعا فکر کنم ساعت 5 صبح بیدار میشدم، ساعت 8 تمرینم بود، 3 پارت تمرین میکردیم، 2 پارت بدنسازی. یعنی یه زندگی تقریبا سربازی بود برای من. ولی دیگه توانایی اینو نداشتم برگردم تو اون دوران که برم اونجوری دوباره تمرین کنم. دیگه از اون به بعد شروع کردم مسابقه‌های آماتور رو بازی کردن. بعد کم کم مربیای بهتری رو دیدم، باعث شد که با لول‌های بالاتری بازی کنم. شروع کردم رفتم مسابقه‌های کشوری خود اسپانیا رو بازی کردن که همین باعث شد دیگه من هر هفته مسابقه بودم. شاید بگم تو مثلا 4 سال 3 سال 4 سال شاید بالای مثلا 200 مسابقه تو شهرهای مختلف نزدیک کاتالونیا رو بازی میکردم. لیگ اسپانیا رو بازی کردم. تجربه های خیلی عجیب غریب بود چون من تا قبلی که تنیس بازی میکردم دانشگاه فقط انگلیسی صحبت میکردم و کارم راه میافتاد دیگه. پدله باعث شد من اسپانیشم هم یاد بگم چون راه دیگه ای نداشتم برای معاشرت و اون موقع اصلا تو میدلیست انقدر پدلی وجود نداشت. الان خیلی بزرگ شده این داستانا و خیلی از اسپانیش‌ها اصلا انگلیسی صحبت نمی‌کنن. الان چون خیلی میدلیست رشد کرده اسپانیش‌ها میان اونجا مجبورن که انگلیسی صحبت کنن، برای همین یه ذره زبان انگلیسی داره تو پدل یه ذره بابتر میشه. ولی تا قبلش واقعا همه اسپانیش بودن و من همین باعث شد که اصلا من اسپانیشم هم خوب شه چون ناخودآگاه میرفتم مسافرت باشون راه دیگه ای نداشتم، هی ترنسلیت میکردم اسپانیش ترنسلیت. ولی خلاصه پدل یه در دیگه ای از زندگی منو باز کرد که نمیدونم هر ورزشی هم به نظر من مقدسه برای ما ورزشکاره، یه چیز مقدسی برای من بود پدل. خب ببین الان میخوایم برگردیم به این که پدل اومده تو ایران هی داره محبوب تر میشه، میریم مسابقه خارجی میدیم و الان من خیلی اصرار دارم رو اون موضوع که چه حسی داره، اصلا چی میشه که یه نفر اصطلاحاً رول مدل میشه توی یک گروهی و چه احساساتی اون آدم تجربه میکنه. این از اون منظر توسعه فردی که حتما بهش میپردازیم. ولی الان داشتی صحبت میکردی مثلا آدم‌ها اینو در جریانش باشن. تو اشاره کردی که من خیلی آدمی هستم که اهل رقابتم، بعد من میام مسابقه‌های تو رو نگاه میکنم، یه سری کار تو موقع مسابقه انجام میدی، اصلا برای من جالبه که برای چی این کار رو انجام میدی، چه اتفاقی توت میفته. من در مورد اونا بپرسم. مثلا این که تا هر بار که میخوای سرویس بزنی این دست تو یه بوس میکنی، این از کجا اومده؟ داستان پشتش رو بگو ببینید، از اون دیکودتو کنیم کدتو بشکنیم. داستان اینه که نمیدونم هر ورزشگاه عددی من یه چیز احمقانه‌ای توش وجود داره و این چیز احمقانه ناکن باعث میشه که من برگردم دوباره تو زمان حالم. خب یعنی هر بار این که این کارو میکنم انگار یه سی رو ریست میکنی تو مغز. مثلا نمیدونم اگه بازیکن‌ها مثلا تو تنیسیا خیلی این داستان، مثلا نادال بطری آبشو یا مثلا لباسشو یه کاریو هی انجو جوکوویچ چشاشو مثلا بعضی وقتا باز میکنه، یه چیزیه که ناخودآگاه باعث میشه من تو زمان حالم باشم، نرم از زمین بیرون. حتی مثلا اگه فکرم چون
تو زمینم باعث میشه تو هی یهو فکرت بره یه جای دیگه، به چیزایی فکر کنی که شاید درست نیست تو اون تایم فکر کردنش. من با اون کار انگار خودمو مثلا ریست میکنم، دوباره برمیگردم تو حالت عادیم و این دیگه یه سی بابی شده که دیگه همه میدونن فرسا سر پوینت‌های مهم اون کارو انجام میده. آخه من دیدم که مثلا یه توپی هم که باهاش برنده میشی دوباره همون توپو داری استفاده. اینو فکر نمی‌کردم بدونی ولی دقیقاً همینه که یعنی توپی که میبرم باید دوباره سرو بعدی من با همون توپ بازی، یعنی پارتنرام دیگه میدونن نه چشمین انقدر نگاش میکنم مثلا اگه حتی پارتنرم بعضی وقتا یه توپ دیگه میده توپ رو بهش پس میدم میگم همون توپو دوباره به من بده. بابا 3 تا توپ عین همه. نه فیلینگی همش با هم میتونه فرق برای من، یعنی برای من مخصوص مثلا بعضی وقتا جای توپو مثلا یه پوینت از دست میدم جای توپو برمی‌دارم عوض میکنم. یه چیزاییه که حالا تو مسابقات تیمی هم که انقدر از این اتفاقات زیاد میفته، خودت هم بیرون زمینم مثلا بچهای دیگه دارن بازی میکنن، مثلا یه پوینت دیدم که مثلا یکی از بچه‌ها خراب میکنه من وایسادم پوینت بعدی میشینم که بچه‌ها بگیرن، یعنی اصلا یه چیزی که ناخودآگاهه و یه خرافاته دیگه در واقع. میدونی آدما آچار خودشون رو پیدا میکنن، یعنی وقتی تو توی حوزه مسلط میشی این که رو خودت انقدر بتونی تسلط داشته باشی که بدونی چطوری خودتو برگردونی تو زمان حال، اینا تهش بازیاییه که از تسلط روی خودت میاد. دقیقاً تهش آدما میدونن که اون تأثیری نداره. دقیقاً یعنی تو خودت میدونی این تو با اون تو فرق نداره، ولی بلدی که خودتو کنترل بکنی، با خودت بازی کنی. از همون زمانی که داری میگذرونی تو داری وسط بازی با خودت بازی میکنی، لذت میبری از اون. دقیقاً به خاطر اینکه فکرتو نبری سمت جای منفی، میدونی همیشه یه کاری مثبتی انجام میدی که آقا این کارو بکنی الان میشه. ولی این تاثیر بدی رو زندگیم هم داشته، یعنی مثلا من مشاورم خب زیاد میرم، خیلی از عادتهایی که مثلا داشتم تو این داستان برگشته تو زندگیم که میدونی کنترل کردنش هم یه ذره کار سختیه. مثلا حالا یکی از این عادتایی که میگم مثلا با پیرنی که برنده میشم دوست دارم برام تورنمنت بعدی من بازی کنم، یعنی حتی برنده میشه که همش یه لباس پوشی تا جایی که من یادم میاد مثلا تو قهرمان بودی. تو همین مسابقه‌ای که همین هفته پیشم داشتیم با آریا یه بازی باختیم متاسفانه که هیچکی توقعشو نداشت ما ببازیم، خودمون هم نداشتیم. تورنمنت بعدی بازی بعدی می‌خواستیم بریم تو زمین، به آریا گفتم آریا دیگه این لباسا رو نپوش، یه رنگ دیگه رو بپوش شاید درست شه. اولا گل کاشین تو مسابقات اخیر. ببین من اصلا کاری به نتیجهش ندارم، الان این ورزش انقدر محبوب شده، کشورهای با موقعیت بهتر اطراف مثل امارات و اینا رفتن، اینه که مثلا یه کشوری بره ورزشکارای خوب روس و مثلا تو کشتی بره ورزشکارای خوب روس و ایرانی رو جذب بکنه، اونا هم دارن ورزشکارای خوب احتمالاً اسپانیایی و اسپانیش مثلا آرژانتینی و اینا رو دارن جذب میکنن. کار شما رو همیشه خیلی سخت‌تر میکنه، ولی شما تو همین شرایط هم دارین درخشان میرین جلو. و من دوست دارم قبل از که برگردیم به این مسابقات، ببین یه عده جوونن که تو قشنگ همون چیزی که من دارم در موردش صحبت میکنم اونجا مثل نوک قله‌ای و همه دور تو دوست دارن شبیه تو باشن. اینی هم که بهت میگم نه به خاطر اینکه مثلا تو بخوای اینو گفته باشی، منم دارم تو همین گروه ورزش میکنم، معاشرت میکنم، با هم پدل بازی میکنیم، میشینیم گپ میزنیم، با هم مهمونی میریم، با هم میشینیم قهوه میخوریم، من میبینم چه اتمسفری حول تو هستش. همه دوست دارن شبیه تو بشن. حالا این من اتفاقا دوست دارم بر اساس ساختار گفتگویی که تو این پادکست داریم به این موضوع نگاه بکنم، اینکه تو این جایگاهو داری، چون دوست دارم که بقیه در نظر بگیرن در مورد رول مدل بودن. ممکن که تو خانواده‌ات بین 4 تا از دوستات توی شرکتت بخوای این موقعیت رو داشته باشی. مثلا ممکنه که یه کامیونیتی باشه، گروهی باشه مثل پدل، ممکنه این توی رشته‌های دیگه ورزشی با جمعیت بیشتر باشه. خیلی جاهای مختلف تو صنعت‌های مختلف آدم‌ها میتونن این جایگاه رو داشته باشن. موضوع اینه که تو وقتی این پوزیشن و این موقعیت رو پیدا می‌کنی یه سری حس و حال داره، حتما افتخار آفرینه، حتما رضایت داره، ولی حتما مسئولیت هم داره، حتما فشار هم داره، حتما انتقادم همراهش میاد. دوست داشتم یکم از این حس و حاله تعریف کنی. اینجا اول لطف توئه داری اینو میگی و حتی بقیه خیلی آدمای دیگه، چون این خانواده خیلی کوچیک بود. خب شاید مثلا اگه 5 سال پیش این خانواده رو میدی شاید تعدادش به 100 نفر هم نمیرسید، ولی هی داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه که این واقعا جای خوشحالی داره برای ماهایی که مثلا پدل رو بازی میکنیم.
ولی داستان این برمیگرده خیلی حس خوبی داره. اول از همه اینو بگم که مثلا اگه بدونی آدما دارن دنبالت میکنن، یه حس نمیدونم تو خودت یه حس غروری، یه حس این شکلی بهت میده که آقا تو الان باید بهترینت باشی. حتی مثلا بازیایی که میبازم شاید 2-3 شب من نمیخوابم امیرحسین واقعا به خاطر باختی که داشتم، ولی از اون ور این که انتقادم میشی بیشتر زیر ذره بینی که آدم مثلا چی کار انجام میدی چی کار انجام نمیدی. خیلی جا آدما با سلیقه‌های مختلفن، نقد میشی بابت این که مثلا شاید یه تصمیم اشتباهی گرفته باشی، یا حتی مثلا برای داستان تیم ملی و اینا خب به هر حال هر مربی باشه از یه بازیکن مثلا کمک میگیره بابت مثلا آقا الان این بازیکن چجوریه اون بازیکن چجوریه. خب به نسبت بچه‌ها فکر کنم من بیشترین بازیکنی هم که تجربه پدل بازی کردنم دارم تو نسلی که الان داریم که نسل اولین نسل پدلمون هم هست. برای همین خب بیشتر من تو جریان تیم انتخاب بازیکن‌ها با حتی شاگردام خب بیشتر تو جریان این داستانام. برای همین نمیدونم هم خوبی داره هم بدی داره، ولی از دید من خوبیش بیشتره. چرا؟ چون نسل کوچیکتر ما خیلی بهت انرژی میدن. هر وقت مثلا من بعد بازیام بهم زنگ میزنم بهم تکست میدن یه حال خوب بهم دست میده که تک تکشون هم جوابشون رو میدم. همین باعث میشه که من بیشتر بخوام برم رو به جلو بابت پدل. خیلی جالبه. میدونی این که میخوام بیشتر برم رو به جلو، وقتی آدم‌ها یه همچین موقعیتی رو پیدا میکنن یکم مسئولیتشون سنگین‌تر میشه. اصلا تو خودتو همش بهتر بکنی، همش خودتو توسعه بدی. من دیدم که تو با توجه به اینکه شاید تو ایران جایگاه ثابت شده است ولی میری سعی میکنی که مثلا با ورزشکارای برجسته خارجی بازی بکنی. خیلی وقتا من دیدم که چون ما دوستی من در جریان اینا هستم، اینا که تو نه اسپانسری براش داری نه هیچ، خودت هزینه میکنی واسه اینکه بری تو کمپ‌های مختلف و خودت بازیکن بهتری بکنی، چون هر چقدر که تو بری بالا انگار بقیه رو هم با خودت میکشونی بالا و این خیلی ارزش داره. چیکارا میکنی برای اینا؟ راستش بیشترین چیزی که از شما هنوز خانواده‌ام اسپانیان، یعنی تایمایی که میرم اسپانیا اون تایما رو تمرین میکنم. هر چند وقت یه باری دبی میرم که مسابقه است، بازیکنای دیگه هستن، یه کمپی میریم یعنی بازی میکنیم. ولی بیشترین تمرینی که میتونم در حال حاضر بکنم تایمیه که میرم خانواده‌ام ببینم. مثلا هر سال 1 ماه 2 ماه میرم اونجا، بیشترین تمرینیه که انجام میدم با بازیکنای خوب اسپانیش. خب برگردیم به حال و هوای مسابقات. من قبل از که بریم سمت مسابقات اخیر و اینکه مثلا تیم چه حس و حالی داره و من همه اینا رو دارم یکم لیدرشیپی و حالت رهبری میبینم، حالت این که رول مدل بودن چه حس و حالی داره، چون دوست دارم بقیه اینو تو خودشون حس بکنن. ما داریم الان داستان‌های فرساد در عالم پدل رو نقل میکنیم. ممکنه مثلا یه امیرحسینی باشه تو کسب و کار خودش و تک تک بچه‌ای که با ما هستن اینا رو باید بتونن باهاش همزاد پنداری کنن، بتونن خودشون رو توی محیطی که هستن ربط بدن به یه همچین کارهایی که میتونن انجام بدن واسه اینکه همون جایگاه رو به دست بیارن. اینا خیلی قشنگه. خب مسابقه داستانش چی بود؟ من قبل از اینکه بریم تو مسابقه می‌خواستم یه بحث دیگه بکنم. پدله برای من می‌خواستم بگم چه پوینتایی داشت. خیلی خوبه که باعث شد آدمایی رو بشناسم که شاید حالت عادی نمیتونستم بشناسمش. خب خیلی چیز قشنگی بود. حتی مثلا با خودتو قبلا همدیگه رو شاید دورا دور میشناختیم، بعد پدل باعث شد معاشرتمون بیشتر شه. آدمای دیگه نمیدونم از بیزنسمنا بگیر، فوتبالیستا بگیر، بازیگرا بگیر، سوپر استارا بگیر، با خیلی من همین پدل باعث شد که آشناشم. آدمایی که عقب منو میشناختن دوباره اومدن میگن که آقا مثلا ما اینیم، این اتفاق مثلا هم مدرسه‌ای بودیم یا هر چیز دیگه. خلاصه پدل یه دری برای من باز کرد که شاید با تنیس من هیچ وقت اون راهو نمیتونستم برم و این باعث شد که من پدله رو دیگه هر روز هی بیشتر و بیشتر و بیشتر دنبالش کنم، بیشتر دلم بسوزه براش. و یکی از دلایلی که من ایران موندم واقعا پدل میتونست باشه، چون من که خانوادم همه اسپانیا بودن، ولی پدل یکی از دلایلی بود که من بخوام ایران باشم، کمک کنم و این خانواده بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. ببین چه نکته جذابی رو گفتی.
اولا بین برنامه ریزی الان تو به این نکته اشاره کردی که برای من خیلی ارزش داره، اونم این قدرت وحشتناک ورزشه. من یه گریزی بزنیم، تو میدونی من یه پروژه‌ای دارم اسمش ویوینه، یه پروژه خارجی، یه پلتفرم ورزشیه، اصلا شعارش سپورت سوپر پاوره، چون این توانمندی و این عنصر فوق‌العاده ورزشه که میتونه آدما رو به هم وصل بکنه. چون تو اون پروژه هم قراره که از ورزش کمک گرفته باشه برای اینکه آدما به بهانه ورزش ارتباطات گسترده‌تری داشته باشن. بعد داشتم فکر می‌کردم فقط مثلا تو پدل داره این اتفاق میفته. راستش رو بخوای درسته که این تو ورزش برای همه اتفاق میفته، ولی تو هر عرصه‌ای که خوب باشی شدت اینو بیشتر میکنه. یعنی تو مثلا میتونستی این روابط رو توی تنیس هم داشته باشی، ولی تو الان آدم درخشان پدلی، خب این اتفاق برات میفته. تو داشتی تعریف میکردی، من یاد یه ورزشکار شاخص دیگه افتادم، مرتضی صداقت. چقدر خوبه که ما با مرتضی هم اینجا صحبت کردیم. خب مرتضی یه زمانی ژیمناست بوده، مرتضی یه زمانی کشتیگیر بوده، ولی اون موفقیتی که توی کراسفیت کسب کرده و اینقدر درخشان بوده، مطمئنم وقتی همین موضوع رو با مرتضی هم مطرح بکنیم و تمام آدمای دیگه که موقعیت مشابهی داشته باشن، به واسطه این که تلاشاشون نتیجه داده، استمرار داشتن، هر آن کاری که کردی که الان تو پدل انقدر خوب شدی، شدت این نتایج برده بالاتر. دقیقاً همین که میگی، چون که هرچی آدم، یعنی آدمایی مثلا منو میشناختن که میگفتم چه عجیب چجوری مثلا شماها منو میشناسین، با اینکه مثلا ما معاشرتی هم نداشتیم، حتی آدمای معروف، خب حتی مثلا فوتبالیستا، بازیگرا، من هیچ شناختی ازشون نزدیک ندارم، من میشناختمشون قاعدتا چون دیده بودمش، ولی نمیدونستم که اونا منم میشناسم. میدونی یعنی پدلی یه جوری داره بزرگ میشه که این حس خوبو به من داره میده که آقا اگه هر چقدر کار خوب انجام بدی همونقدر داری نتیجهش هم میبینی، آدمای بیشتری میشناسنت، مورد احترام بیشتر قائل میشن برات، کاری تو بخوای انجام بدی آدما بیشتر میان بهت کمک کنن. مثلا اگه یه جای گیره، مثلا یه کمکی میخوای، میبینی که آدما اصلا خودشون میان بگن اگه میخوای من این کارو انجام. این واقعا حس خفنی به من میده. این از قدرت‌های فوق‌العاده شبکه‌سازی و نتورکینگ و اینکه آدم وقتی توی رشته خوبه این اتفاق واسش با شدت بیشتر میفته. و نکته جالبش میدونید چیه؟ تو نسبت به جایگاهت اصلا آدم شلوغ و فعالی تو شبکه‌های اجتماعی هم نیستی. یعنی آدما اگه تو رو میشناسن، صدای عملکرد فوق‌العاده‌ات به گوششون رسیده. وگرنه آدما معمولا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتر از اون چیزی که هستن خودشون رو نمایش میدن. فکر نکنم کسی با این موضوع مخالفتی داشته باشه. یعنی میدونیم که این همچین چیزی هست. تو 1/100 چیزی هم که هستی بروز نمیدی، ولی کار خوب صداشو به بقیه میرسونه. نه امیدوارم اینجوری باشه. همینطوریه، واقعا داره همینطوری برات اتفاق میفته. برای من واقعا خوب بود، یعنی من از همین چیزی که هست واقعا راضیم. همینم باعث میشه که هی بیشتر دوست دارم این یه اتفاقای خوب برای ورزشمون بیفته. یه اعتراف کنم، تو که میدونی الان چقدر دوستت دارم، تو دوست صمیمی منی، افتخار منه که باهات دوستم، با افتخار امروز دعوتت کردم. ولی الان که داشتی یه چیزی میگفتی من یاد خاطره افتادم که الان میخوام دقیقاً خودم رو نقد بکنم، ولی یه حقیقته، یعنی به دید یک حقیقت هم میتونیم بشناسیم کنیم. یادم سالها پیش قبل از اینکه من خودم بیام توی پدل بازی بکنم، یا اصلا پدل الان همه میشناسنش، واقعا چند سال پیش کسی پدل رو الان نمیشناخت، الان همه دنباله میگردن که برن پدل. یادم حتی موقعی که ما شروع کردیم پدل رو بازی کردن، چون ما یه قرار کاری داشتیم که اومدیم سمت پدل، من یادم رفتم باشگاه پدلی که تو باشگاه انقلابه، گفتم که ما میخوایم ساعت 6 بیایم. گفتن که نه 6 که تعطیله، ما 8 باز میکنیم. گفتم بابا ما خودمون میایم چراغا رو روشن میکنیم اونجا بازی میکنیم. الان نه تنها 6 صبح پره، اصلا دیگه وقت خالی پیدا نمیشه. نیست. حالا میخوام برگردم به اون داستانی که داشتم تعریف کردم. من اولین باری که با تو برخورد کردم به واسطه یه دوست دیگه هم بود، دکتر علیرضا نیکو. دکتر نیکو اومدش گفتش که فرساد مثلا تو رو معرفی کرد، فرساد و قهرمان پدل. و من اصلا نمیدونستی پدل چیه. یعنی از اون داستان که پدل چیه، حالا این کیه دیگه، حالا قهرمان پدل هم هست. میدونی به خصوص این که مثلا توی بدنسازی ما مثلا فکر کنم 100 تا قهرمان جهان فقط داریم. خب بعد تو میگی خب این حالا یه رشته ورزشی هستش، اینه که دارم میگم خب خودم رو نقد بکنم، چون هر کس که تو هر
رشته‌ای، اصلا تو هر چیزی وقتی یکی آدم شاخصشه خیلی قابل احترامه، چون براش زحمت کشیده. و من باور کنم که بهم بگن که یک خلافکار این تونسته مثلا یک کار خلافی رو با موفقیت انجام بده، الان دیگه میگم بابا این خیلی آدم زرنگی بوده، خیلی پشت کارو دیده. آره بابا، حالا چه برسه به این که مثلا تو اومدی توی ورزش اومدی همچین کاری انجام. اول ازت یه معذرت خواهی بکنم اینجا، ولی عنصری که الان میخوام بهش اشاره بکنیم اینه که تو وقتی تو کار خودت خیلی خوب میشی و ادامه میدی این ماجرا رو، همون امیرحسین الان پوزشه که بگه من با فرساد دوستم، من مطمئنم من که هیچی. الان رضا گلزارم که دوست مشترک اون همین حس و نسبت بهت داره، همه لطف دارم واقعا. برای منم متقابل این داستان که مثلا بیشتر تونستم شما رو بشناسم، معاشرت حتی مثلا بیرون رفتن با هم بکنیم، مهمونی با هم بکنیم. این داستان برای منم واقعا همینو میگم، یکی از قشنگی خودم اونجایی که گفتم که دوست دارم یه سری بگم، همین یکی از قشنگیایی که پدل به من داد واقعا آشنایی با آدمایی بود که شاید حالت عادی نمیتونستم افتخار آشنایی حتی باشون رو داشته باشم. الان دقیقاً تو افتخار هممونی و اینو صادقانه بهت میگم. و وقتی مثلا شماها میرین مسابقه میدین، هممون هیجان داریم که ببینیم داره مثلا فرساد و بچه‌ها دارن میرن چیکار بکنن. و این نسلی که الان همراهت شده چه حسی داره واسط؟ چون میدونی نتیجه کاراتو داریم، یعنی شما اونایی هستین که اولین نفر اومدین پای پدل وایسادین، الان پدل محبوب شده، مطمئناً این مسیر ادامه داره. من یادمه، بذار یه چیزی رو بگم، مثلا من یادمه که موقعی که یه نفر میرفتش تو آسیا تو مسابقات آماتوری مثلا سوم میشد، ما محلمون مثلا یه ورزشکار داشتیم که سوم شده، یه کوچه رو چراغونی میکردن. الان قهرمان مستر المپیا، یعنی بالاترین جایگاهش ایرانیه. اصلا اینقدر ما قهرمان جهان داریم دیگه، خیلی عادی شده برامون. اصلا احساس کنیم اصلا انجام وظیفه میکنه، یه ایرانی میره مثلا تو بدنسازی، تو فیتنس، تو فیزیک میره قهرمان میشه. مطمئنم این اتفاقا برای پدل میفته. ولی هنوز من یادمه مثلا یه آقای یزدانی بود، یه محسن یزدانی بود، اونایی که میرفتن کوچه رو چراغونی میکردن و احترام اونا سر جاشه خیلی بیشتر از قهرمانی‌های جهانی که داره الان اتفاق میفته. شما هم چراغ رو روشن کردین، دمتون گرم. و یه نسلی بعد از شما الان اومده، حالشون خوبه، دارن پدل بازی میکنن، حتما دستاورد به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه. ولی الان چیزی که برای من جالبه اینه که فرساد میشینه نتیجه این پا کار وایسادن رو داره میبینه. این چیه داستانش؟ اتفاقا این خیلی چیز جالبیه، چون که همه بچه‌هایی که الان این نسلی که دارن بازی میکنن کسایی بودن که چون اولین نسل پدلیم ما. خب این قشنگیشه برای من که همون یه سی اولیایی یه چیزی همیشه میمونه دیگه، میگن هیستوریش میمونه دیگه، تو کتابه نوشته میشه این داستان. همشون شاگردای من بودن، بیشترشون آریا روغنی، امیر محمد، خیلی از بازیکنایی که هستن در حال حاضر، حتی نسل کوچیک‌تر، صدرا، نیما، بچهای دیگه، همشون با من بودن. آریا اصلا چپ دست، من اومدم تو پدل یهو دیدم یه چپ دست داره ساید چپ بازی میکنه، چون تو پدل چپ دست معمولا ساید راست بازی میکنه، راست دست ساید چپ. آریا دیدم اصلا چپ، به آریا یه روز کشیدمش که گفتم آقا تو انقدر بازیکن خوبی هستی، چپ دست اسمش خوب داری، برو چپ، تا اصلا ساید بازی تخصصی راسته. از اون به بعد میگم یه سری از نقصا بود و بچه‌ها واقعا تک تکشون به من احترام میذارن. این برای من خودش خیلی ارزشمنده. میدونی همین که بچه‌ها میان هر چیزی که هست و مثلا به من میگن، حتی تو تیم، بیرون تیم، نسل کوچیک‌تر، خیلی قشنگه. خب ولی از اون ورم اون مسئولیت رو برات بیشتر میکنه. خب مثلا ما هر اعزامی داریم، شاید بهت بگم باور نمیشه چه استرسی من دارم، چون خیلی چیزا، همون خانواده هنوز کوچیکه. خب ما داریم خانواده رو شکلش میدیم، نقصا وجود داره 100%، باگ داریم دیگه. اون باگا رو برای گرفته شدنش تایم میبره، هزینه میبره، سختی داره. ولی من به جرئت با افتخار این کار رو دارم انجام میدم و وای میستم پای بچه‌ها برای تک تکشون. این پای بچه‌ها وایستادن خیلی جذابه. ببین تو که اینجا خونت قهرمان این رشته هستی، چون یه دوست مشترک داریم
من دوست دارم از اونم یه تشکر بکنم. من یادمه من از سال 77 رضا گلزار رو میشناسم، ما تو دانشگاه با هم دوست بودیم. از همون موقع رضا اصلا قبل از اینکه بخواد آدم سرشناسی بشه همیشه یه ورزشکار خوب بود. یعنی اون موقعی که من باهاش آشنا شدم یه والیبالیست فوق العاده بود، همیشه آدمی بودش که توی باشگاه میدیدی داره خوب ورزش میکنه، همیشه یه اسکیباز خوب بود. ولی موقعی که پدل انقدر محبوب شد، یعنی حتی رضایی که شاید رضا گلزار امروز هر آنچه که بخواد به عنوان سوپر استار بهش رسیده، اصلا چیز جدیدتر خیلی نمیتونه براش اتفاقی رو رقم بزنه. این حداقل باور منه به عنوان کسی که این همه سال با رضا دوستی کردم. ولی میخوام بگم یا اونم میبینی که میتونه یه کاری واسه پدل بکنه، چقدر پدل فضای جذابی داره، چقدر این داره رشد میکنه، چقدر این گروه بچه‌ها گروه‌های دوست داشتنی هستن و اونم میاد هر کاری که میتونه انجام میده واسه اینکه این پدل بهتر شه. اینی که داری میگی که کاملا درسته. اصلا یکی از بزرگترین دلایلی که پدل دیده شد فکر کنم واقعا وجود آقای گلزاره، چون که خب بودنشون خیلی از آدما میبیننشون و خب آدم محبوبی هم هستن تو جامعه ما. برای همین اصلا یهو اومدن تو پدل، استوری پدل، پست پدل، همین باعث شد آدما فقط به خاطر اسمش می اومدن که بازی کنن، ببیننش. حتی مثلا تو اینستاگرام خب دیده میشه، میدونی پیجی که اصلا دیده میشه، آدمیه که خیلی دنبال کننده داره و اینکه یهو میبینی همچین آدمی میاد اینقدر تایم میذاره برای ورزش، اینقدر دلش میسوزه. ببین من خب قبلا نمیشناختمش، همین یکی از کسایی که میگم پدل باعث شد بشناسم و واقعا خوشحالم از شناختشون خود آقای گلزار. خودشون هم میدونن این داستانو و میگم یکی از بزرگترین پوینت هایی که برای پدل اتفاق افتاد وجود همچین آدمایی هستند که فکر کنم بهترین آدمی بود که میتونست نشون بده این ورزشو. و از اونجایی هم که داری میگی ورزشای دیگه، من واقعا فکر نمیکردم که تو ورزشای دیگه ولی اسکی خوب میکنن، ما پدبال بازی میکنیم خوب بازی میکنن تو، یعنی تک تک رشته های ورزشی خوبن. تو پدل هم الان 2 ساله دارن بازی میکنن ولی واقعا دارن روز به روز هی هم سعی میکنن بهتر شن. این جالبه. یعنی اون چیزی که هست و دوست داره هی بهتر و بهتر شه و حضورشون برای تیم ملی هم همین اتفاقو دقیقاً همین حسین رقم زد. هر جایی ما گیر میکنیم هی دوستم به بهترین نحو ممکنه اون اتفاقا برای تیممون بیفته، همونقدر دلسوزن هر روز پیش بچه‌هان، چیزی کمه چیزی کم نیست. خب اتفاق خفنیه دیگه، مگه خب ایشون کار دیگه ای ندارن؟ چرا باید چه پوینتی پدل داره که میدونیم باید از اون ورش هم نگاه کنیم. اون عشقی که پدل داده بهش باعث شده که برای بچه‌ها تایم بذاره، خانواده‌اش شن این بچه‌هایی که وجود داره، تک تکمون، یعنی هیچ فرقی بین من با بازیکن‌های دیگه براش وجود نداره. من دیدم اینو به چشم که برای تک تکمون همینقدر ارزش قائل و این خیلی حالا می‌دونی چی قشنگه؟ این حس اتحاد است. ببین مثلا ما داریم می‌بینیم به سرعت عجیب غریبی تو امارات، تو دبی داره پدل رشد میکنه، اصلا همه جای دنیا داره این اتفاق میفته. خب ما هم دوست داریم که همیشه خوب باشیم دیگه، این یه حس ملیه که دوست داریم ما هم یه سری تو صحرا داشته باشیم و واقعا ما امکاناتمون اونا رو نداریم. یعنی اصلا اتفاقا یکی از مسائلی که من میخواستم راجع بهش صحبت کنم که بگم این نسل واقعا نسل طلاییه برای پدل که شاید یه ذره طول بکشه تا دوباره ما همچین نسلی داشته باشیم. همین است. امکاناتی که ما نسبت به کشورهای عربی دور و برمون، حتی ژاپن، کشورهای دیگه داریم، شاید بگم 1/100. یعنی ما 1 داریم، ما 1% اونا 100%. خواستم این کلا ما چند تا زمین پدل داریم، چقدر خوب که اخیراً داره بیشتر. دقیقاً همین یکی از مسائل و چند تا زمین استاندارد پدل ما داریم. خب و چند تا مربی ما داریم. اینو در نظر بگیر که بچه‌های ما با این امکانات دارن این اتفاقا رو میزنن. خب تیمی مثل کویت که مثلا روبروی ما بازی کرد و تو زمین خودش ما بردیمش، بعدش رئیس فدراسیونش که اومد گفت من به بچه‌هامون میگم مثل تیم شما بجنگن، کاری که بچه‌های ما دارن انجام میدن من میخوام دیده شه این داستان. آقا بچه‌های ما نه امکانات اونا رو داریم، حد 1/100 امکانات اونا رو نه از نظر باشگاهی داریم نه از نظر تکنیکی داریم. یعنی ما نه مربی بالا سرمونه که بخواد این داستانا رو به ما
کاری که بچه‌ها میکنن واقعا ارزشمنده. خود آقای گلزار میگم باعث و بانی این شد که آقا ما اصلا مربی خارجی داشته باشیم، بدونیم آقا باید ما بریم سطح دریا تمرین کنیم بخوایم بریم اون مسابقه رو بدیم. خب خیلی از کارامون رو به جلو افتاد با ایشون و امیدوارم که ایشون واقعا باشن نزد یعنی بغل ماها، چون هم یه انرژیه که بدونیم همچین آدمی آقا هست، حواسش به تیم، بغل تیم، حرفش برو داره، میدونیم هر جا بگن کسی به ایشون نه نمیگه و نباید هم بگه من. برای همین کاری که بچه‌ها کردن واقعا به نظر من ارزشمند بود، خیلی کار بزرگی. آره می‌دونی تهش من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم، اونم اینه که تو شرایطی که ما میدونیم از نظر امکانات قابلیت رقابت با بقیه رو نداریم، اگه قرار باشه سری تو سرا داشته باشیم باید همدیگه رو کمک بکنیم. یعنی این اتحاد است تو همه حوزه ها. یعنی نشون میده که اگه قرار باشه که آدما پشت هم وایسن از منابعشون برای همدیگه هزینه بکنن، اون سینرژی که به وجود میاد باعث افتخار میشه. حالا تو این مورد خاص که داریم در مورد پدل صحبت میکنیم، یه نفر اومده اعتبارش رو آورده، شهرتش رو آورده و داره به بهترین نحو ازش استفاده میکنه و دمش گرم که اینجوری پا کار وایساده. برای من بسیار قابل احترامه، دمش هم گرم، چون اصولا آدمایی که توی همچین موقعیتی هستن هر کاری که میخوان بکنن یه سری آدم نقدشون میکنه. تو چرا اومدی تو ورزش؟ اما این خطکشی‌ها رو کی انجام میده؟ به خدا از همه ورزشکارتره. من صلاحیت اینو دارم که بخوام من واقعا بعد از اینکه باهاشون معاشرت کردم فهمیدم که جدی همینجوری هر روز صبح که ورزشن، هر روز دارن پدل میزنن. یعنی همون خب کسی که آقا داره ورزشگاه میکنه دلیل نداره یارو بهترین آدم تو ورزش باشه. ورزشکاره، داره 10 تا ورزش رو مینیمم بلده انجام بده، ورزشکار محسوب میشه. خب تو فیلد کاری خودش داستان جدا، ولی جدا از فیلد کاری خودش خب داره ورزش میکنه دیگه. میگم دمش هم که عمل کرده همه چیزو اینجا مشخص میکنه و عمل کردش. الان کاپیتانمون سوپر استار ورزشمون خودش اومده اینجا داره سهه میذاره به نتیجه اینا. بازم برای من جدا از اینکه بخوایم در مورد با چون همتون دوستای عزیزمی، من دوست دارم اگه یکی از بیرون نگاه میکنه عامل تعیین کننده این که دستمون رو بذاریم پشت هم، از منابعمون خرج بکنیم، یکاسه کنیم، اتحاد داشته باشیم برای اینکه مثلا جلوی امارات و کویت و ژاپن سری تو سرا داشته باشیم. این در مورد همه رشته‌های ورزشی. تو اصلا حال و روز بچه‌ها رو قبل روزهای مسابقه باید ببینی، میدونی، یعنی همه استرس داریم. ببین تو اردویی که هستیم مثلا جنگ هست، دعوا هست، بگو مگو با هم داریم، ولی تایمی که دیگه داریم میریم همه تو زمین واقعا انگار همه چی دوباره ریست میشه، همه یه هدف داریم. خب این خیلی حس و حال قشنگی رو میده که هم جدا از این که همه یه هدف داریم، بدونی آدمایی هم از ایران دارن تو رو ساپورت میکنن، دنبال میکنن، انرژی خوب برات میفرستن. به هر حال تو هر ورزشی هم هستن آدمایی که شاید نقدی دارن، بگن آقا مثلا اینجوری نبود اونجوری بود. تو همه ورزش‌ها هست، ولی امیدوارم که پدل تا کوچیکه ما بتونیم درست جمع و جورش کنیم که بزرگ میشه درست بزرگ شه. میدونی خیلی مهمه که همون یه چیزی، یه بچه‌ای و همون بچگی داری بزرگ میکنی با اصول بزرگش کنی بره، چون الان وقتشه که ما اون اصول رو به پدل بدیم. شاید دیرتر دیگه دیر باشه. خب و مثلا ما الان رفتیم زیر مجموعه تنیس، ولی عمل کردی که من حالا نمیخوام واقعا اینجا مثلا بگم این بهتره اون بدتره، عمل کردی که ما تو پدل داریم به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین عمل کردهایی که تو ورزش‌های راکتی ما الان در حال حاضر داریم. سال پیش اینجا میخواستم یه تشکر دیگه هم بکنم. دفعه قبلم ما واقعا برای رفتن به جام جهانی مسئله هایی داشتیم، ولی آقای بی‌طرفان بودن. خب و با آرتا پیروز عزیز جفتشون که واقعا یکی از آدمای دیگه ای هن که مثلا اصلا یه فیلدی بودن که اصلا من شاید هیچ وقت نمیدیدمشون، معاشرت نمیکردم. میدونم که آقای بی‌طرفان هم اینجا بودن و تو پادکست هم بودن. بگم که ایشون هم واقعا یه کاری کردن که شاید خیلی کسای دیگه اصلا پیش قدم بابت این داستان آقای بی‌طرفان بودن که اومدن از اون کانکشنی که داشتن استفاده کردن، باعث شد تیم ما مصر بره.
اون سال. آره. و ما تو شروع این عالمه اتفاق خوب بود. دقیقاً من برای همین خواستم این تشکر رو بکنم ازشون که ما یادمون نمیره اتفاقایی که برامون میفته. خب و آدمایی که تو این مسیر دارن کمک میکنن دونه بدونهشون اشکال نداره. تو گذشته تا هم میدونم آقای بی‌طرفانم الان اصلا اومدن تو فیلد پدل هم دارن کار انجام میدن که ایشون همیشه کاری هم انجام میدن دوستان بهترین اون کار رو انجام بدن. این چیزی بود که من از اخلاقشون فهمیدم. ولی ممنونیم باز ازشون و همچنین آدمایی که دارن جدیدن میان سمت پدل. میدونیم مثلا کمپانیای جدید میاد و امیدوارم که این ورزش یه جوری بشه که هی کمپانی‌ها براشون جالب شه اومدن به سمت پدل. میدونی چون هم برای پدل خوبه هم برای کمپانی‌ها خوبه چون آدمای بیشتری هی دارن میان سمت پدل. ببین حالا جدا از تمام این حرفا ما یه چیزی که توی این پادکست توی این اپیزود به خصوص خیلی داشتیم بهش تکیه می‌کردیم این جایگاه هست، این الگو بودنه. راستش رو بخوای با همین رویکردی که تو همین چند دقیقه تو صحبت‌ها داشتی این قدر شناسیه رو آدم‌ها در نظر بگیرن. ببین این عنصر قدر شناسی این دمت گرم که اینجوری هست. یعنی تو این فرصت همه تو رو دوست دارن باید گپ بزنن، تو این فرصتی که به وجود اومده داری از یه عالمه آدم تشکر می‌کنی. حالا یه چیزی هم من بهت بگم، ما اینجا هیچ وقت سراغ مسائل حاشیه‌ای نرفتیم. یعنی ما قول و قرارمون تو این پادکست این بوده که حاصل گفتگویی که ما داریم انجام میدیم برای بقیه یه حسی باشه که وقتی تموم میشه در قالب داستان‌های یه سری آدم واقعی یه چیزی یاد گرفته باشن، بگن یه همچین کاری منم میتونم تو زندگیم پیاده سازی بکنم و منم حالم بهتر بشه. ولی با توجه به اینکه خط مشیونه ولی نمیتونم سراغ یه مسئله نرم. اینجا شما که داری بازی میکنی یه نفر رو همیشه کنار زمین میشونی حتی نمیذاری جاشو عوض کنه. یه همون اخلاقایی دارم که اصلا اون یه نفر نمیخوای از اونم تشکر بکنی همش میشینه بغل زمین 100% و هرس و جوش میکنه. اتفاقا خانومم هستیم چرا باید بگم مسابقه‌ای هم که بودم تو چیز حتی تو کویت مثلا بعد مسابقه زنگ می‌زدم داشت به من اینجا رو که خیلی بد زدی، نمیدونم اینو زدی تو تور، چقدر تو تور زدی، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. ولی هستیم باعث شد که مثلا خیلی بیشتر، چون ببین من خیلی آدم بازیم خب، یعنی اگه ولم کنن همش میگم باش، اصلا نه بلد نیستم بگم و یکم مشکلای من اینه که نگفتم. ولی خب هست خیلی با من کلنجا میره سر این که آقا یه جایی اصلا باید بگی نه، یه جایی نباید بری، یه جایی خودتو باید ببینی کی، میدونی، یعنی خودتو باید بذاری تو. ولی منو بیشتر داره به اون آدمی که مثلا نمیدونم تو مثلا یکی یه ذره دیده میشه، حالا من نمیخوام بگم مثلا آدم بزرگم، ولی حالا تو همون پدلی هم که دیده میشم هستی میگه آقا یه ذره بیشتر با حواست به خودت باشه که یه کارایی مثلا اصلا بگی نه، قشنگ انجام ندادنش قشنگ‌تره. ولی آره دیگه من مثلا اگه بغل زمین باشه یا آدمای مهم زندگیم هر وقت بغل زمینم باشن نباید جاشون تکون بخورن، باید همونجا بشینن و اینو من بازی میرم بیرون و اینو دیگه میدونن دیگه که مثلا بابام هستی، مامانم، کسایی که مثلا مهمه واقعا باید بغل زمین همون جایی که هستن باشن، حتی میان دستشویی سریع باید باشه و پوینت های مهم نرن اصلا. آره تیم تکمیل، خلاصه خودت درجه یکی و تیمت هم تکمیله. من دوست داشتم اینجا چون خانم گلت هستی که اینجا شبارین دوست من هم هست، ما دوستای مشترک هستیم، من کیف میکنم وقتی میبینم که اینجوری تو رو حمایت میکنه، برام آموزنده است. یعنی اینکه با تمام وجود دوست داره بهترین اتفاقا برای تو بیفته، من همینو که میبینم برام خیلی جذاب. ممنونم ازت، خیلی هم تبریک میگم. مرسی. جدیدن ازدواج دیگه چی داریم بگیم آخر گفتگومون؟ دیگه هیچی دیگه. خلاصه این که پدل واقعا برای من یکی از بهترین اتفاق زندگیم بود که من اصلا تنیس، یه زندگی که کاملا تنیسی بود، سویچ شدم توی یه زندگی که کاملا پدلی شده. الان دیگه من صحبت کردن و معاشرت هم همه چیم پدلیه و امیدوارم که بتونیم این پدله رو هی روز به روز بهترش بکنیم، بزرگترش بکنیم و
تو قسمت جهانی بتونیم بیشتر بریم، چون تو آسیایی واقعا عدید من اگه امسال این اتفاق برای امارات نمی افتاد ما بهترین تیم آسیاییم، اینو به جرئت میتونم بگم. با وجود بچه‌هایی که داریم، تیمی که الان هست، همه هوای همدیگر داریم، ما بهترین تیم آسیا رو داریم. چون الان تو 4 تایی هم که بودیم، یه امارات بود که با 4 تا اسپانیش، یه استرالیا بود، یه مصر بود که مصر که اصلا قاره آفریقاست که ما مصر هم بردیم با اینکه 2 بار بهش باخته بودیم، ولی 3 بار بهش باخته بودیم، امسال بردیمش تو رده بندی. استرالیا که اقیانوسیه است و ایران و امارات که امارات هم تیم اماراتی نبود، تیم اسپانیش بود که روبروی ما بازی کرد. و اینجا به جرئت میتونم بگم که من با داشتن این تیم هم افتخار میکنم، چون همه مثل برادرای کوچیک منن، با هم بزرگ شدیم، سرکله هم دیگه زدیم و اینکه امیدوارم بتونیم همه دست به دست بدیم، بتونیم پدل روز به روز پیشرفتش بدیم، بزرگترش کنیم، تو شهرستانمون بتونه زمین پدل بیشتر شه، چون خود همین باعث میشه که پدل بیشتر دیده شه. ما یه جمعیت 80 میلیونی با استعدادهای وحشتناکیم امیر حسین، تو هر پارتمون میتونست مثلا واقعا یکی از جای اصلی تنیس ایران اصفهانه که تو پدل هنوز قاعدتا تو ورزش راکتی همون خوبن، میتونن اینا هم تو پدل هم خوب شن و حتی شهرستان‌های دیگه همون. امیدوارم بتونه این ورزش بزرگتر شه، بیشتر دیده شه، چون هرچی دیده شه برای هممون، برای ماهایی که پدل بازی می‌کنیم بهتره. یعنی این نیست که برای ما برزرم، بهتره اصلا آدمای بهتر بیان، مگه بده؟ ورزش پیشرفت میکنه، همه دوست داریم پدل پیشرفت کنه و امیدوارم زودتر این اتفاق بیفته. حالا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما هی در مورد پدل داشتیم صحبت میکردیم. موضوع پدل نیست، یعنی هر کس باید توی زندگی خودش بگرده پیدا کنه این پدل رو برداره یه چیز دیگه بذاره جاش، هر چی میخواد باشه، شغلش باشه، ورزشش باشه، حس و حالش باشه. پدل رو بردار جاش بذار مدیتیشن، پدل رو بردار جاش بذار مسافرت رفتن، پدل رو بردار جاش بذار برنامه نویسی کردن، معماری کردن، دیزاین. مهم اینه که یه جایی هست، یه جرقه‌ای میخوره، میگی من حالم با این ماجرا خوبه، حالم با این ماجرا خوبه. و اگه قرار باشه که دلت بخواد که توی اون رشد داشته باشه، ادبیاتش همینه، همین چیزایی که در موردش صحبت کردیم. شما میتونی بر اساس اون چیزی که دوست داری پدل رو برداری، هر چیز دیگه رو جایگزینش بکنی و این گفتگو رو اون ریختی بشنوی. دقیقاً به نظر من بهترین هر چیزی باشی، حتی برای خودت و اون لولی که خودت برای خودت میذاری، بهترین اتفاقی که شاید تو زندگیت بیفته و حال خوب بهت بده. من به نظرم بهترین بودن بهترین چیزه. تو حتی یه چیز ساده، فقط باید سعی کنی اون چیزی که دوست دارید بهش برسی و بهترین حالت ممکنه خودت تو لحظه باشه، حداقل اون میشه حال خوب. به نظر من حال خوب دنبالشیم دیگه، هممون دنبال حال خوبه. من که کیف کردم، منم همیشه ممنون که نشستیم با هم یه گپ دوستانه خودمون رو زدیم. خیلی خوشحالم که بقیه هم دارن همراهی. ممنون از تو که منو دعوت کردی. مرسی، افتخار. ممنونم. خب حامی این اپیزود دیجی اسایل. دیجی اسایل مرجع بزرگ و معتبر کالاهای مرتبط با فشن و ورزشه. شما میتونید از لباسا و کفشای ترند تا لوازم ورزشی رو همه رو اونجا پیدا بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم که برید بهش یه سر بزنین، حتما حالتون خوب میشه.